دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان یکی از اولین دانشگاه‌ها در جمهوری میباشد که دستپروران و آموزگارانش در خارج مملکت از جمله در لهستان، اسپانیا، ایتالیا، پرتغالیا و австрия رساله دکتر پیشدی را حمایت نموده حالا در دانشگاه و دیگر ساختارهای مملکت فعالیت دارند. گفته شد که تشکل اعتبار و گسترش همکاری بین المللی دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان یکی از سمت‌های مهم رشد به حساب رفته برای وارد شدن به فضای یگانه تحصیلات بین المللی زمینه می‌گذارد. اطلاع داده شد که شروع از ماه ینور تا آخر ماه سال روان با مقصد تقویت بخشیدن همکاری سودمند دو جانبه با مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی خارجی مملکت 12 نفر آموزگاران و پروفسوران دانشگاه برای تبادل تجربه و اشتراک در برنامه‌های گوناگون علمی تحقیقاتی سفرهای کاری انجام دادند. ابراز گردید که در سال 2024 دانشگاه در سمت همکاری، تبادل اکادمی و دیگر جنبه‌های فعال در شکل حضوری و مجازی با دانشگاه کدیز اسپانیا، کمیونگ کره جنوبی، اوراده رومانیا، قرغنده، علامه منیجمنت جمهوری قزاقستان، ایروکیهان شهر شینیان جمهوری مردمی چین و دیگر دانشگاه‌ها به راه مانده است. در ادامه نشست اطلاع داده شد که در دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان 3552 نفر دانشجو تحصیل می‌کنند که از اینها 25 نفرشان را شهروندان خارجی تشکیل می‌دهند. محمد اقبال عبدالمجید، اسدالله قربان، خیراندیشی خیرالله، دوشنبه خبر.